بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستانم در سایت mr.com. تو این ویدیو میخوام در مورد رژیم واسهتون صحبت کنم که میتونه خیلی قوی‌تر و حتی راحت‌تر از رژیم فاستینگ هم باشه و البته این به خاطر نقص‌هایی هستش که توی رژیم فاستینگ وجود داره و با تصحیح این نقص‌ها و توضیح در مورد چرایی مشکل دار بودن یک سری جاهایی از فاستینگ میخوام بهتون بگم که شما که بر این اساس بیایید و فاستینگ رو تغییر بدید و ازش نتیجه خیلی بهتری بگیرید. دقت داشته باشین که میدونیم که رژیم فاستینگ خب انواع مختلفی داره، یعنی تایم زمان بندی های مختلفی داره. 2-5 یعنی مثلا شما بیایید چه میدونم مثلا 5 روز فاست باشید و 2 روز نگیرید، یا مثلا بیایید 16 ساعت فاست باشید توی 24 ساعت و 8 ساعتشو تایم داشته واسه غذا خوردن. دقت داشته باشید که حالا زمان بندی های مختلفی هست. حتی 24 ساعت یک وعده وجود داره و شما میایید توی اون یک وعده اون کالری دریافتتون رو میگیرید. دقت داشته باشین که این فاستینگ فقط میاد زمان بندی رو اعمال میکنه و تغییراتی روی نوع غذا نداره. و شاید بگی که خب من وقتی که میایم یک تایمی غذا نمیخورم و مثلا توی اون بازی 8 ساعتی غذا میخورم، خب مشخصا چون نمیتونم قطعا کالری کمتری هم دریافت کنم. این درسته، اما از لحاظ تاثیرات هورمونی باید غذاها بررسی بشن. دقت داشته باشی که یه نکته دیگه هم که توی فاستینگ وجود داره، برای مثال فاستینگ 16-8 وقتی شما 16 ساعت فست هستید، توی 11-12 ساعت اول چون ذخایر کبدی و ذخایر قند بدن ما تموم میشه، بدن در واقع ناچار میره از چربی ها استفاده میکنه و این طوری هستش که در واقع شما چربی سوزی بیشتری شاید تجربه کنید. و حالا باز هم توی تایم 8 ساعتی که آزاد هستید با خوردن غذا دوباره این فضا پر میشه، اون ذخیره ها پر میشه و فردا هم باز دوباره به همین منوال. اما دقت داشته باشیم که این نمیتونه یه کار درستی باشه. یعنی در واقع شاید خیلی از مقالاتی هم که جدیداً میان میگن نمیدونن فاستینگ عوارض داره، میتونه مثلا باعث عضله سوزی بشه، فلان کار رو انجام بده، به همین موضوع برگرده که ما تغییری در نوع غذا انجام نمیدیم و فقط میایم 16 ساعت مثلا فاستیم و 8 ساعت اون غذاهایی که قرار بوده توی صبحونه نهار شام بخوریم، حالا مثلا میایم 2 وعده مثلا غذا توی 8 ساعت مصرف میکنیم. اما نوع غذا تغییر نداره، کربوهیدرات همونه، میوه همونه، نمیدونم چربی ها همونه و هیچ تغییری در واقع ایجاد نمیکنیم. دقت داشته باشید که اگر که میخواین از فاستینگ بیشتر نتیجه بگیرید و با سرعت خیلی بیشتری در واقع لاغر بشید، تنظیم نوع کربوهیدرات بسیار مهمه. کربوهیدرات ها چیا هستن؟ میوه ها همه شاملش میشه، نون، برنج، سیب زمینی، حبوبات و حالا مثلا حله حوله های مثل کیک و شیرینی و اینا همه کربوهیدرات حساب میشه و دارای گلوکوز هستن. ما فعلا با پروتئین ها که گوشت و تخم مرغ و سبزیجات که حالا دسته فیبرها قرار میگیره کاری نداریم، میخوام روی کربوهیدرات ها تمرکز کنیم. دقت داشته باشید که شما هر چقدر توی این رژیم فاستینگ بیایید کربوهیدرات ها رو کمتر کنید، جایگزین پروتئین و سبزیجات بذارید، نتیجهتون به مرور بهتر میشه و اون عوارضی هم که توی مقالات در مورد فاستینگ و آزمایشاتی که روش انجام دادن رو قطعا نخواهید داشت. اما یه نکته وجود داره، ممکنه وقتی که شما این کار انجام میدید توی اوایل رژیم یکم سخت‌تر باشه، یعنی اون احساس گرسنگی شدید و بیحالی و ضعف رو داشته باشید. و این به چه خاطره؟ وقتی که ما میایم کربوهیدرات ها رو هم کم میکنیم و به جاش پروتئین میذاریم، به جاش سبزیجات میذاریم، بدن ما که تا الان وابسته به قند موجود توی کربوهیدرات بوده و در دستش قرار نمیگیره، انگار یه شوکی بهش وارد میشه و در کنار اون همراه با عدم ورود کربوهیدرات و دفع اون کربوهیدرات های قبلی و آب بدن، یک سری املاح از بدن دفع میشه همراه به اون آب، چرا که کربوهیدرات با آبه که وارد بدن میشه و ذخیره میشه و اگه کربوهیدرات مصرف بشه اون آبم دیگه باید باهاش بره و با دفع آب املاح هم میره، سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، زینک، اینها چیزایی هستش که غلظتش توی بدن میاد پایین چون که آب با خودش اینا رو برده بیرون تا یک حدودی و این باعث میشه شما احساس کسالت داشته باشید، باعث میشه اون عضلاتتون اون قدرت قبلی رو نداشته باشه و باید به جایگزین کنید، باید آب مصرف کنید توی این 1-2 هفته اول، باید املاحی مثلا مصرف نمک صورتی رو زیاد کنید، مکمل هایی مصرف کنید که اینهایی که گفتم داخلش باشه که به این صورت اون پیام های الکتریکی که دارن صادر میشن از طریق حالا اعصاب و عضله و این در واقع دستورات درست‌تر
منتقل بشن و این اختلال وجود نداشته باشه و به این صورتی که شما اون یکی دو هفته اول هم اون احساس خوب رو دارید و سختیش حتی شاید بشه 2-3 روز دیگه، اما بعدش چون که بدن خیلی زودتر به خاطر کم کردن این کربوهیدرات و جایگزین کردن پروتئین و سبزیجات کمتر در واقع این کربوهیدرات در اختیارش قرار گرفته، زودتر از حالت وابستگی به کربوهیدرات و وابستگی به قند وارد چربی سوزی میشه، وارد حالت وابستگی به چربی میشه و چون ذاتاً چربی ها انرژی بیشتری دارن و در واقع میتونن کالری بیشتری در اختیار ما قرار بدن، کافیه بدن به چربی وابسته بشه، از قند جدا بشه و به چربی وابسته بشه. حالا وقتی که یه مولکول چربی، حالا یک کتون در اختیار این سلول ها قرار بگیره، اینا انرژی بیشتری حتی داشته باشن، اما بعد از یک مدتی میبینید که شما این رژیم خیلی واسهتون راحت تر شده، نیاز به مصرف غذا واسهتون کمتر میشه و فقط کافیه که بیایید پروتئین ها رو در اختیار بدن قرار بدید که استفاده کنه واسه جایگزینی سلول ها، چربی ها رو در اختیارش قرار بدید، چربی های مفید برای ساخت هورمون ها، فیبر ها رو در اختیار قرار بدید، سبزیجات رو در اختیارش قرار بدید برای غذای میکروبیوم روده و به این صورت میبینید که بدن خیلی زودتر نتیجه میگیرید، خیلی شرایط واسهتون راحت تر میشه. و دقت داشته باشید که یک نکته خیلی مهمی که باز اشاره کردم، کنترل اون دریافتی آب و املاحه و به این صورت شما میتونید از فستینگ خیلی نتیجه بهتری بگیرید، واسهتون راحت تر بشه و قطعاً قدرتمندتر بتونید نتیجه چشمگیر رو به نمایش بذارید. و باز هم میگم که در این مورد قطعا میتونید از هوش مصنوعی سوال بپرسید، اطلاعاتی در این زمینه توی سایتمون و مقالات زیادی توی سایتمون هم هست، مراجعه کنید، سرچ کنید، در این مورد توضیحات واسه شما بیشتر دادیم. و اگر هم میبینید جایی از بدیهای فستینگ صحبت میکنن، نباید خیلی سریع جبهه بگیریم پس قطعا این راست میگه یا نه اصلا دروغ میگه. در واقع جستجو کنیم، سرچ کنیم، از هوش مصنوعی کمک بگیریم، چطور میتونیم مثلا بهترش کنیم و سعی کنید که واقعا نسبت به یک سری از اطلاعات شک کنید و خودتون در موردش سرچ کنید، جستجو کنید و این نتیجه شما رو جدا میکنه از بقیه افراد و خیلی سریعتر به نتیجه میرسید. چرا؟ چون آدمی هستید که اهل در واقع به دست آوردن اطلاعات هستید، سوال از خودتون میپرسید و این افرادن که نتیجه میگیرن. اگر که شخصی هستید که خیلی راحت از یک شخصی بت میسازید یا چه میدونم کسی یه حرف میزنه سریع قبول میکنید یا اصلا قبولش ندارید، این باعث میشه اصلا اون حالت کمالگرایی تو بدن توی شما وجود بیاد و خیلی از کارا رو انجام ندید اصلا و وارد یک رژیمی نشید. و به نظر من نگران نباشید، سعی کنید رژیم ها رو امتحان کنید و اون بدن خودتون دستتون بیاد که چه چیزی روی شما جواب میده و کسی که زودتر شروع میکنه قطعا زودتر نتیجه میگیره و نتایج بهتری خواهد داشت. میتونید از نکاتی هم که تو این ویدیو گفتم استفاده کنید و فستینگ رو خیلی بهبود بدید. حالا میگم باز هم گفتم که اطلاعات بیشتر توی سایت ما هست، میتونید مراجعه کنید و استفاده کنید از اینها. جدا از این توی دوره جامعه سلامتی هورمونی هورمون ها و البته دوره لاغری هورمونی به صورت تخصصی ریز شدیم توی جزئیات زمانبندی به شما دادیم، یک سری در واقع تایم های خاصی به شما میدیم که چطور بتونید این بدن رو بدون هیچ عارضه‌ای و سریع وارد حالت چربی سوزی کنید. و جدا از این که شما به یک لاغری میرسید، بیماری های خودایمنی، بیماری های هورمونی، اینها هم توی بدن شما درمان میشه، ایمنی بدن شما کلی بیشتر میشه، اون احساس ولع و شیرینی ها کلا از بین میره و در کل برمیگردید به اون در واقع تنظیمات ژنتیکی کارخانه‌ای که توی بدن وجود داره و واقعا ببینید که انرژی شما اصلا خیلی بیشتر از حالت قبل میشه. باز هم ممنونم که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید. در پناه حق، خدا نگهدار شما.